اول دعوتگر زبانش باید چی باشن؟ شیرین باشن. الفاظی بسیار از او که لفظ خوب و لفظ شیرین و لفظ با ادب نباشه، از اون کار بهترش چی کن؟ اختیار کن تا دعوت تو با حکمت باشه. غربی ها برنامه شانی است که باید جوان دعوتگر مسلمان که از دین گپ بزنه باید ما کاملا از بین ببریم. بخیز از رقص گپ بزنه، بخیز از ساز گپ بزنه، بخیز از فلانی گپ بزنه. به این خاطر وقتی که شما دعوت میکنین قرآن قبل از اونا برای ما و شما بیان کرده. چی رو بیان کرده؟ مثلا شما در قصه لقمان حکیم ببینید که الله متعال در قرآن یک کسی که پیغمبر نیست، لقمان میگن پیغمبر نیست، ولی الله او رو به حکمت و من یؤت الحکمت فقط اوتی خیرا کثیرا. الله در آیه قرآن میگه کسی که الله حکمت داده باشه فقط اوتی خیرا کثیرا، برای او خیری بسیار بزرگ داده. باز میگه ولقد آتینا لقمان الحکمت، دیگه آیه میگه که ما برکی حکمت دادیم برای لقمان. باز گپای لقمان میگه ذکر میکنه که لقمان به اساس حکمت خود اینی کارا رو میکرد. برای بچه خود میگه که یا بنیه بچه که به زبان شیرین برش میفهمونه. پس میگه شما دعوتگر اول باید زبانتون بسیار شیرین باشه. فهمید؟ یعنی اول دعوتگر زبانش باید چی باشه؟ شیرین باشن. الفاظی بسیار از او که لفظ خوب و لفظ شیرین و لفظ با ادب نباشه، از اون کار بهترش چی کن؟ اختیار کن تا دعوت تو با حکمت باشه. از این خاطر میگه حتی برای بچه خود نگفت که او بچه یا غلام یا فلان، بچه گفت که چی گفت؟ یا بنیه او پسرک من. متوجه هستیم؟ او پسرک من. وقتی در عربی یک فرزند خدا کسی میگه پسرک من، یعنی بسیار با شفقت، اسلوب شفقت است. بس اولی نمیگه. باز چی میگه؟ اقیم الصلات، بچه نماز بخوان و امر بالمعروف. وقتی که نماز خوانی بفهم مزاج دین چی است و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر اساس دین است. تو باید دعوتگر باشی، تو باید مبلغ باشی، تو باید داعی تبلیغی باشی و در پالوی از تو باید خوب مجاهد قوی باشی. فهمید؟ یعنی گفت امر بالمعروف و انهی عن المنکر. باز ختمش میگه واصبر علی ما اصابک. اینجا مفسرین میگن که خب حکمت چی هست؟ چرا لقمان برای بچه خود گفت که امر بالمعروف و نهی عن المنکر بکن واصبر علی ما اصابک؟ گفت به خاطر ازی برش گفت که وقتی تو امر بالمعروف میکنی، نهی عن المنکر میکنی، حتما برای تو ضرر میرسه. از اقرب و اقاربت وقتی که پیغمبر تولد میشه، ابولهب کنیز خود در خدمت ازی قرار میده که برای ازی شیر بده. متوجه هستی؟ وقتی که پیغمبر میباشه اقاربش ایده چی میکنن؟ همکاری میکنن. وقتی که دعوت شروع میکنن یک دفعه کلگی سرچپه میشه. پس وقتی شما دعوت شروع میکنین، اگر تو قرآن خوانده باشی و اگر تو الفاظ قرآن الله میگه افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اگر در قلبت قلف نباشه قرآن با تدبر بخونی، میگه خلاص الله گفته وقتی که تو دعوت شروع میکنی امر بالمعروف نهی عن المنکر، از پدرت جگرخون نشو که دعوت زد، از مادرت جگرخون نشو که دعوت زد، از مدیر دفترت قار نشو، از اقاربت قار نشو. کلگی سر تو چی میکنه؟ انتقاد میکنه. هر کس تو رو چی میکنه؟ انتقاد میکنه. باز وقتی که انتقاد میشه دو قسم دعوتگر هست. یکی دعوتگرای بنی اسرائیل وارست که با سرش لعنت الله میه که یک دعوت میکنه باز دیگر روز که شد باز میگه والا آل خب ما دعوت میکنیم باش که مردم ما را چیزی نگوین. باز دیگه هر بدعت و هر گناه و هر چیزه باز دیگه میگه استاد پت دیگه کدام میره.